مؤلفان لغت نو روسی به تاجیکی میگویند که زحمت 10 ساله آنها رشد زبان تاجیکی در دوره پساشوروی را در بر گرفته است. در این لغت نفوذ کلمه های خارجی و عربی احساس می شود. بیش از 300 کلمه تاجیکی رسما در زبان روسی قبول شدند. ما کوشش کردیم این کلمه ها را نیز به لغت نو روسی تاجیکی وارد نماییم. اما احتمال نه همه خواهشمندان آموزش زبان معاصر تاجیکی امکان دسترس کردن لغت نو را خواهند داشت. فرهنگ مذکور همگی با تعداد 250 نسخه نشر شده است. مردم انتظارند اگر کتاب به فروش گذاشته شود خریداران زیاد پیدا می‌کند. فعلا در تاجیکستان ده ها هزار افراد روس زبان به سر میبرند. در میان آنها تاجیکان نیز کم نیستند که در مکتب‌های روسی تحصیل کرده و زبان تاجیکی را تنها در سطح گفتگویی می‌دانند. ولی برای آموزش مستقلانه زبان تاجیکی کتاب‌های درسی و لغت‌های ضروری موجود نیست. نسل جوان زبان را در مکتب و دانشگاه‌ها می‌خوانند ولی افراد بزرگسال تنها می‌توانند به مرکزهای مخصوص زبان آموزی مراجعت کنند. ضمناً به حساب میانه یک درس حدود $5 ارزش دارد. ولی با این هم پیدا کردن مرکزهایی که زبان تاجیکی را یاد بدهند کاری مشکل است. در این مرکزها معمولا زبانهای خارجی به مثل انگلیسی و آلمانی و چینی پیشنهاد می شوند. بیشتری مشتریان ما شهروندان تاجیکستانند که می خواهند زبان انگلیسی را بیاموزند تا اینکه در آینده توانند در خارج کشور تحصیل کنند. در نزد دانشگاه‌های تاجیکستان نیز کورس‌های مخصوص زبان آموزی عمل می‌کنند. در این کورس‌ها اساساً کارمندان سازمان‌های بین‌المللی و دانشجویان خارجی زبان تاجیکی را می‌آموزند. اما مقامات می‌گویند که کمبود خواهشمندان به آن وابسته است که مردم به آموزش زبان تاجیکی میل ندارند. سببش معلوم است که چون که وقت زیادی آنها در محیط اولیوی میگذرد و در همون محیطی که اهالی نشین هستند مثل ازبک زبان هستند در همون محل زندگی میکنند وقت زیادشون در همون صرف میشود با همین سبب اونها همون چی میگن زبانی نو تاجیکی رو مثال در سطح ضروری نمیدانند. طور احساس میشود ساکنان برای آموزش زبان تاجیکی تنبلی میکنند و حکومت نیز در نوبت خود برای هوسمندی آنها اقدام روی دست نمیگیرد.